یعنی واقعا به نظر اگر چه واز بوا ترددش بوا فعال بوا که مشکل نه مشکلی ناره. خو ایچه حداقل یه نگهبانی باید بوا، حسی تمیز کردنش، حسی مراقبت کردنش. بارها هم گفتیم یه نگهبانی بنی مشکل حل موه. گوش میده مهندس. بله میتونن صنایع نوم دستی درست بگم، ولی با خدا مخومم حاضرم همکاری باشو بکم. در هر نظری در هر زمینه باشو همکاری میکنم. گوش میده مهندس. بله خانم امرویی خدمت شما عرض شود امرویی که بناهایی که مرمت موانه بعد اتمام مرمتش رو یه نوع خانه در تهران داریم به نام صندوق احیا بناهای تاریخی کوچه همران ثبت موان. بعد ثبت ثبت بیا. بله این بنا سال 84 ثبت آثار ملی بیا 3 فصلا میشه مرمت بیا با صرف هزینه بالغ بر 100 میلیون تومان. 2 طبقه‌اش مرمت به با شاهنشینش و همچنین حیات و تاسیساتش. مرمت بیا 100 میلیون هزینه کرده و امان خدا را کرده. خدمت شما عرض شود صندوق احیا سازمان باید تصمیم بگیرد کاربری ای بنا با حفظ اصالت اثر و همچنین کاربری که فرهنگی و با اثر همخوانی داشته باشه. آقای مهندس متاسفانه در ایران و دوستان لرستان اول کار مو بعد فکر مو چرا اولش فکر نکنه کاربریش به منظور که بنا در خطر تخریب ابتدا باید مرمت استحکام بخشی و بعد کاربری تعریف میسیش. الان کاربریش تعریف وای حدود 2-3 سال طول کشید. 2 سال کاربری نمیاد تعریف وا. نه کاربریش نه مرمتش. خدمت شما الان که صندوق احیا نظر نهاییش اعلام با کسی کاربری ایچه احتمالاً یا مو خانه باستانشناسی یا مو چند سال طول میکشه احتمالاً در امسال انجام مو مطمئن. آره ان شاء الله امسال بنا انجام و واگذار مو به سرمایه گذار. این بنا ان شاء الله امسال انجام مو کارش و قول ان شاء الله امسال انجام گزارش بریم. بله این خانواده ها محترم ایچه نگران نو ان شاء الله. خانم من امسال سپاسگزار تشکر از زحمات تو. ممنون از زحمات شما هم که افتاده. قول ان شاء الله پایان سال بیام میشه گزارش بریم. به امید خدا. یعنی عید بازدید کننده داره. حتما ان شاء الله. بله. حتما ان شاء الله. آیه مهندس تروته و اثر تاریخی بود مالش دوره. خدمت شما عرض شود بنای خانه کشتی متعلق به اواخر دوره قاجار یکی از خانه‌های بسیار زیبا و فرهنگی شهر ما به حساب میاد. بافت قدیم شهر قرار گرفته و در فهرست آثار ملی کشور در سال 84 هم ثبت بیا. ویژگی‌های معماری از جمله 6 دری‌ها 5 دری‌ها و همچنین تزئین دندان موشی و آجوریش هم و همچنین طاق‌نماهایی که داره و ستون‌های داخل بنا بندرخش اطلاعاتی داشت دارید؟ نه اونجا نوش که نشناخت. نوش نه ولی خب نوش آقای کشفی نمی‌شناسم. اینو خب باید بالاخره بشناسم. نه خدمت شما بنا خانه کشفی مال اواخر دوره قاجار یکی تو فرهنگیان شهر مو بیا ولی راجع به زندگی شخصیش اطلاع چنان نداریم. ایشون خانم شما چه نسبتی با کشفی داشتید؟ این مالک این هنر. دخترشم. دخترشی؟ بله. پدرم تجار بیا. بعد یکی دو تجار معروف بیا حتی صادر کننده فرش و نوع کشورها همجوار بیا. این هنر زندگی کردی از شما خانم؟ بله. بله. خاطرات زیادی داری. او هنر و او شانشین مبیمه. بعد پایینش هم مادرم بیا. البته بعد از اینکه ازدواج کردم من رفتم طبقه بالا ولی دو بچه این فقط این هنر شما بعد ازدواج ایش زندگی بالا بله طبقه شانشین بالا. و شانشین حسینیه. چون حسینیه جای پدر شما و داماد قباها میده ها؟ آخر او زمان پدرم قید حیات نویه مادرم بیا. بله. بعد پدرم یعنی تقریبا تقدیم کردی هدیه کردی به مادرم. بله. الانم اسم مادرم به ثبت رسه فرق نمیکنه چون ایشون هم کشفی بیا. شما دوست دارید پس ایشه ایا بوا؟ آره من حتی حاضرم همه کاری هم بکم سیش. آقای مهندس فرزند آقای نظر فرهنگی در نظر حالا هر چی که شما صحبت کردید ایشون میتونه حتی ایچه کلید بید تا فعلا که اتش مراقبت بکن تا تموم مواد. مشکلی نیست. آقا تشکر میکنم آقای مهندس حسنپور مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. هر وقت تماس میریم یا مدیر کل میا یا خود آقای حسنپور میا هم کارشناسن هم مدیریت میکن روابط عمومی نه. تشکر خانم کشفی خیلی ممنون متشکرم خواهش میکنم ما وظیفه‌مون انجام میدیم فعلا خداحافظ